عزیز برادران قندم، ما قرار داریم در شهر کزن یک خانخوری هستم با جنگ نکنید. بچه های شهر کزن همینجا هسته یکون کس؟ خوب دوستان، خوب هستید اینجا؟ الله برکتون تیه. خدمت بخواهید که مقصد پراموی پاپا بود و با سوال های مویسر اگر که همراه ما صحبت کنید چکار میکنید؟ در افیر در افیر همراه ما صحبت کنیم انشاءالله. خوب هستید اینجا؟ خواهش میکنم برادران کسی من نگه دارین تلفن تا 2 بارم تا بزن، 2 بار بزنش. بچه شهر کزن هست یکون کس؟ ای کزن همجا یکون کس هست؟ یک здравствуйте کمال علیکم السلام. السلام علیکم. خیلی خوب هستید اینجا علی؟ Да, номер обязательно. بچه یوش. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بله اکا. ساز خوبه بابا جون. شکر اکا. خوب هستید اینجا نهارتی؟ چی بگم؟ و کراچی میگه راسته که مقصد حرام خوده. همه خط تمام؟ ها؟ همه خط سوال داری تمام؟ او میگه که برای شهر کزن رفتنت با یگان جور فریبتی رفته مقصد. من میگم که دروغه، باور کردی؟ ای بچه بیام دو خودو گاو زده اینجا مرا همه گپ یاد نتی. همون قدیمه بیام سوالو را تدش بتیام. بیزو کنه خدا جا کار میکنه پیش هم خیلی خودتون سوز خوبه است. من راست میگم نه به خدا ما اینکه تماشا میکنم اینکه تماشا نمیکنم. جوانمرد السلام علیکم برات. جوانمرد اینم که خودت میدونه همین سوالا رو میتیا این بهترینه به خدا. ما شما را جوان گپ زیادی نمیگم. پروست اگر که مرد بچه مرد باشه بیا خودش گپ زنه نباشه سوالات اوتی ما جواب بدیم. فقط دلیل گپ بزنیم. من به خدا نقده میدارم گام میزنم که مقصد تماشا میکنم. من گپ کوری شما رو واقعا نمیفهمم. خیر ان شاء الله همه سوزه. با پروست اینجا میخوام بدرو کردم. من نمیدونم تلفن خودشون کار نمیکنه یا میکنه. من چیکار درو کردم. برادر جان میگن که حرام میخره نمیخرم. میگن دزدی کرد نمیدزده. من قطعی شرکتی آغوزمید الحمدلله موی سر چسبونی تو موی سر خودم نبرومد رکلام را سر نکردم. من یک سرم کال بده کسی اگر اهمیت داده پیش نموشو کرده بودی وازی موی سرم برمده. من قطعی یا افیتسال نکار مینم. هر شهری که میرم من بلیت میگیرن رسخو دیگه است نیستم همش میتونن تو من یور تفسیر میتیم رکلام میکنم. بعضی بچهای توجیه موی سر میشکافن میگیرن. مهنت این حرکت همه آدمایی که بخدا از دمی 4-5 نفرنده من نمیدونم اینقدر از ما پیشو خیسم ایسن اومدم مقصد که خود دایا نمود بخیلگی دوران که بوده دشمنی برادران من روی ختم گفتم والله قسم اینا فایرودش که پیش من اینا آدم پیش خودت فایرودش کو فقط دلیل قطعی صحبت کنیم قطعی من مرد بچه‌م اینا خچونا نشون ندیم بگم برادر جان
انا توز کاری خودت بهترین برادر هم برادری که وقتی در دلش یگون شک و شبهه یا سامنه داره میگه بابا جون برادر جون این علم جو همیشه مومنتور ما را بفهمون تو شک و شبهمو برو یا در حقیقت شما ببینیم دیگه تماشا نکنیم من جانم فدای تری برادرم فایده شکر من اکا ای هورا راستی که فهموندم به فایده برای که ای هورا خوب من اسم شریف کو مخصوصی کردگه ایو همو برچکای همو انکاروچی نه اسم شریف هم یک مسلمان یا برادر خودمون یعنی که همه گوش میکنن من پروتیف نیستم اما بر سخن قطعی من این همینجا اسم شریف این همو اگر که مثال میگم نگاه کو برادر جان من شما را خیلی فهمونم نمیتونم نمیگم مثال میگم شما پیرو اسم شریف مثال گپ فقط گوش میکنیم میگو که با اسم شریف ما ایرو کشیده با بوجون بعد میبینیم تو یک بار گپی ما را بگی مثال میگی 100,000 پات 200,000 نمیدونم بیا یک بار گپی ما را بگی بیا همین یک جای افیری با بوجون بریم فقط دلیل قطعش گپ زن اگر که در کذا کنی ما جام برای تو فیدیو کنیم دیگه پسنی ترا باور کنیم من دعوت میدم پوبلیش نه اسم شریف ایوب شه ای کمر بچه میشه فایروت کنی نه من قطعیشو صحبت کنم شما درماده تو نیست که پرایل نه کنه حسین هم اسم شریف شو فایروت کنم من افیری اسم شریف بیا بار نه 3-4 بار رفتگیم اسم شریف بس 4 بار من افیری رفتم و افیری من اومده وقتی که وای من ویدیو کار ناحق من گرفتم چیکارش کردم دور اگر آدم گناهگار در افیر یا آدم نمیره میگه که موز میگه شرمنده میکنه من دور اومدم می برادر من ویدیو کاری من ترا ویدیو شبکه نمیکنم تو همین مومنت رو دکازات تو نتونید برای یا بوی گیگا بود چی بود من گرفتم 4 minut ویدیو وای امو جای در کاری چه بریده بود من 4 minut گرفتم دکازاتش کردم که ایجاد چی معنی داره دوره کروکوس بود با تهمت کرد روزی بیچاره لنگری هم کسی که لنگری اکای بابا نه اکای بابا جان همه من این مقصد تر فهمیدم من راست فهمیدم که فقط فتنه اندوزن ایسوسونن من بخشش که اکا من با همو قدر دیگه تر گپ زدم واسه یه اومده ایستم بعد زایبند میکنن بخشش مقصد چیکون گپ زن من با گپ تو نیست برو مرکه تو خدا نگهدار خدا خیرت بده خب چی بگم پیروای اسم شریف یا محمد شریف میگه من اینا گپی اندش نمیگم اگر شما را حرمت کنه یک بار بگیری افیری من بیاریش من 3-4 بار افیری وای رفتگیم من باز میگم که اون شخص در بحث دینیوی با گفت خودش اراتری خوب است بدرو یا فقط دلیل اسم شریف نسبت من گپ زنه این قدمان با این میگه لنگری است این من قطعی پوبلیش نه من دشمن کرده فایرودش کنه اسم شریف برای اون ایده می همه گوش کده گشتن بگیریم میبینیم من نمیدونم برای مهاجرو وای چیکار کرده برای مینه من مینه نمیکنم هر چی کردم به خاطر خدا برای مهاجرو همون اسم شریف برای هم شما چیکار کرده گه این فایروش کنیم من 36 ساله 88 تولدم چند ساله میشم به همون خاطر فایروای اسم شریف گپ زیادی نمیگم خدا هدایت میکنه ای حاجی همون کاراتونه حاضرم بس نکردی من کار ندارم برادر قربانعلی کنجی نازم برادر درمد گفت که پیروان اسم شریف دبرم نیستادگیان همه یا همین سوالا رو دارم بیچاره هم چی نگو چی کار کرده من چی کار کردم الله هدایتت کنه هیچ شری نرم برا بخشش پرس تمام اوکی من اسم شریف برای کدام گناهم بخشش پرسم جمعه خان برای کدام گناه من اسم شریف بخشش پرسم برای کدام گناهم تو میگو برای بخش من بخش پرسم برای کدام گناهم من حقارت نکردم من هیچگاه سمیه هیچ کس حقارت نمیکنم برادر من الله شاهد که والله بالله تعالی من حقارتش نکردم من حقارت کردگی نیستم و یا برادر تحمل نکنی اول شما حقارت کردیش برادر عزیز مشکلی بین لنگری و اسم شریف و تمامت خوب میگم که من کار ندارم لنگری حقارت کرد برای که یک هم لنگری روای حقارت کرد برای یک وای در او جای لنگری برمد بخشش پرسید اما با گفت ایجاش لوگیکا انا که این من چیکار دارم با ایو من چیکارش کردم وای چیکار کرده برای همین مردم غریب وایم حقارت میکنم فهم با اون خاطر برادر عزیز من کار ندارم به اسم شریف به پیرواش خوب
شما در این момент در افیر اسم شریف یا که لنگری بدوید در این مسئله صحبت کنید لیش نقطیم پریتنز داشته باشه کدمت اینه در تلگرام من پاکستان سیلفر بدوید صحبت کنیم ما 5 سال میشم اسم شریف میشناسم ما هیچ نگفتم منم چی میگن مخلصا که تماشابین اسم شریف بدم نوارای مقصد حیوانات را میبرد اسم میکرد اسوس میکرد جیم پین خیلی میکرد ما تماشا میکردم نه که فهمیدم متاسفانه که برای پرسموتر شده از رام که انسانگری گذشت ما دیگه کارش نداریم ما چند بار دعوت کردم ناومد بس کنی بچه‌ها ایروی اسم شریف یا بابا جان یا کسی دیگه همدیگه خفا نکنه برادرها ولی پگم میبینی با ما همدیگه بخشی میکنیم در اکران با شما با اون حقاراتتون بین اختون خوب نمیشه شما سلاویس نوت نمیکنی پگو گپ های اسم شریف در توری Здравствуйте. Салам алейкум. Вот они. Вот чипин видео мек. او جین پین ویدیو میکرد آراس میگه بله به هم خاطر من گپ زیادی ندارم هم مرد باشه بیاید اما آدم همین قدر میشه وقتی اگه بابا جان التماس کلوش بده آریانا کی خواهر جان برادری نمیدونم التماس من کلوچ میتیم چی نکنه یگان کسا بلوک نکنه خواهش میکنم برای که یارم به امید میدروین بعضی محل دشنام میکنم بعد میبینیم میفهمم با بخش میپرسن میرون خواهش اودالی چون نکنیم اون ایست بابا جان چی به تاجیکستان نیستادی آخه من از تاجیکستان 15 روز دام گرفتم با اومدم الحمدلله با کارک با دخترم و با انشالله نزدیکی قطعی میریم هم گوشتیم بود گذروندیمش قدم گرفتیم در چی میگن جاهای استراحتگاه تاجیکستان اومدیم انشالله اقارت کردیم فعل مردی نیست من اقارت نکردم برادر عزیز من اقارت نکردم من که من قانچقش گفتگیم با سمیش کار ندارم با یا مقصد با نمیشناسم شو من خودش قانچق گفتگیم با فکت دلیل با خاطر که فعل قانچقی کرد وقتی که گام بزنی باید گپ جواب بدی جواب گفته نتونست کمیتر در تاجیکستان دیدی گرفتی کی قیمتی را در تاجیکستان نه قیمتی نیست در تاجیکستان بابا جان با پیش سلامت باشیم در کانال اکای لنگری در کلوچ من همینجا شخصایی که دشنام میکنن من هیچ شو نمیگم الحمدلله به خاطر که یه روز نرد میکنم آدما ما میدونیم رنگ همین آدمی راسته بیکار خوان کنی همو نقرار نکنی برادرها دشنام نکنی التماس دشنام نکنی برادر عزیز من قربان علی از برای خدا شما را خواهش میکنم برادرها من خودم دخترم من خودم پیل شیرم من همراه همین آغوزمه موی سر چسبونی مثلا این کار در اومدم رکلامش میکنم در شهر اوفا دبی رفتیم چی میگن ازبکستان کازان و در کازان قرار داریم مسکو تاجیکستان ایران نزدیکی وقت ان شاء الله میکشیم حرکت میکنیم که همین کامنتر ما را دیگر ملت ها میخونن نکنه برای که اینم جواز ببین آغوزمه پرسید که والا حسین ای پوین در 904 604 85 رفتار نویسته اونجا به وقت مونده استن پریواد چون میکنن که مردم چیزی میگن خواهش میکنم التماس دشنام نکنه برادرها ما را تماشا میکنن دیگه ملت ها شما فکر نکنید تمام دولت حاضی امین یوتیوب روز کرده پریوستی میگه نه روس که نه تاجیکس که نه امریکانس که مقصد میزنیش خوب نمیشه ایرو یا بلوگر دشنام نکنه مثال گپ بین رمضان و لنگری بین رمضان و من بین عیدیبک لنگری بین اسم شریف من هازی بحثا بود مثلا با دیدیم در ویدیو دیده که با برادر بخشش کشیدیم این که شما ایروی من مثال گپ رمضان حقارت کرده یا که ایروی رمضان من حقارت کرده ببینید ما امروز شدیم رفیق جورا او حقارت‌های شما در نامه اعمال شما میروند این چیز خوب ندارن من گفتنیم که از پشت یگان کس حقارت نکنید به خدا قسم یگان بلاگر یگان برادر که شما پشت حرمتش میکنید دیگران را دشمن میکنید روز قیامت به خدا قسم یگان گناه شما را در ذره خردترین گناه شما را من گرفته به گوش خود نمیتونم در قیامت به هم خاطر برای که الله وعدش حق است ملائکه دست چپ راست موندگی و یا می نویسند فکر که هر قوم هر ملت
با زمانی خودش با همو عصری که زندگی میکنه به همه پرسیده میشه. امروز تو کامنتر بعد مینویسی، بعد میگیرین، خوب مینویسی، خوب میگیرین. نکنه برادرو، التماس ای پشتی یگان بلوگر حقارت نکنه. یگان کسا میدونم حرمت منی او پیروش اینه که دشمنم نکنه. چی در کار من خواهش میکنم، من نمیگم پشتی من نگیره، پشتی من نگیره، پروستو نکنه دشمنم. حرمت کنی، الله برکت میده. نکنی حقارت. چی در کار؟ به خدا قسم شما این دنیای 50 60 و 20 یا که 100 سال زندگی میکنی، این فکر نکنی او در این قبر تاریک کنی که اوجا خیلی استرس نه. اوجا جای بیزه بس. شما را که من نمیدونم چند ساله پس اکران، اگر که یک مرده دو مرده شوشته باشه یا دو مرده در این قبر به دست ختان، یعنی درستنش به دست ختان موندگی باشه، بعد به قدر گپای من میرسه. نه اولی اگر همین کدمت که مونده باشه، ماشاءالله الله برکتون. چه قبر کندن این کاری مسلمان است. باید مثال بگیم شوشتن تنه آدم مردگی، مرده را کفن کردن، مرده را گرفته در قبر موندن، ایت را به چشم ختان دیده باشه، کرده باشه، بعد به قدر این گپای من میرسه. من بلو نیستم، پروستو گفتم که من از تجربه خودم، از تجربه که دیدگیم گفتگیم که به هجای استرس نه. ام در خونه تاریک ورست کنم بگم او خبر هک فکر که با تیم بلوی در این قبر تای 9 مانی خاک میگن، 7 مانی خاک میگن به همون طرز کسلوقی. این خیلی استرس نه برادر. این چیزی است که این مردان امری حق البته، اما قبر جای سخت‌ترین و جای بهت حساس، جای برای آدم مؤمن خیلی حالتی بد است. این مومنت تو از این حالت ها التماس احتیاط کنی، به خاطر خدا نکنی، دشمنم نکنی به خدا. یگان کسا خب در اینجا یگان کسای شهر کزن نیست. الحمدلله بهمش. سوال نداشته باشیم ما میده میده کلینیک را نشون میتیم، حالتی رفتی جراحی نشون میتیم دوستان. یعنی که در کلینیک آغوزمید شهر کزن من دوستان طول چند روز همچه میستم کدمت باشه. یعنی که موی سر ریخته ایستاده، موی سر نداشته باشه، ریشات ریخته ایستین، یگان قشاتون میتونی بدیل پر بیای چیکار کنی. همجا یگان سکیت خوب کنسولتاسیش بپلای پاکه خدم هستیم انشالله. سکیت کتون کنم همین قد دستی من میرسه کمکی من برای بچه های توجیک در شهر کزن. فهموندتونی سه شدم. خب اینجا که باشه کابینتی بگیم وراج هاشو، یعنی که این سرتیفیکت هاشونن که امریکا تا خطای تو همه گرفتگیان. بعدا میریم حالتی طرز جراحی نشان میتیم برادارو. این شرکت آغوزمید، این اینجا برادر عزیز، این همجا سر میشوند. بیتی
این نام شرکت های اینجا کابینت ها قطار میشن. Все, мой шаг где оставить? Шапка мой где оставить? Ну, не работает потом. Закончить? Хорошо, хорошо. Отряд там где, да? Да. رفت حالتی جراحی است. در جا در جراحی خانه آغوزمید. دوستان عزیز رقم در پایین زنگ بزنید و حرکت کنید که انشاءالله کلمه مفت نداره به مفت چسبونه. من کامنتر محکم شد برادری که افیر بعد میبینه میتونی انشاءالله رقم در کامنتری هم بعد چکو کنی بدروید زنگ بزنی. التماس خدمت زنگ بزنی از نام بابا جان 88 گفتن فراموش نکنی. الله نگهبان تو ما بعدتر با افیر میکنیم. خدا نگهدار. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.